درود به همه شما دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من یوسفم و قرار بریم برای یه پارت جدید بازی کباب شفت رستوران سیمولیتور، شبیه ساز رستوران، سرآشپز کباب حالا به عبارتی بریم که داشته باشیم. بچه ها تا بازی داره ریلود میشه یه صحبتی بکنیم. من تو پارت پیش که کار کردیم اینطوری بود که من بازی آموزشی مثلا رفتم که اونم هر سری گیری داشت، ولی این سری دیگه میخوایم بازی اصلی رو بریم بازی کنیم. برو بریم پس، وقت رو معطل نکنیم. خب امیدوارم از پارت قبلی بازی لذت برده باشین. حالا میخوایم بریم با پارت یه لحظه امیدوارم از پارت قبلی بازی لذت برده باشین. حالا میخوایم بریم سراغ یه پارت دیگه ببینیم امروز رستورانمون به کجا میرسه، هرچند که خیلی امیدوار نیستم خودم این بلایی که داشتیم. و درباره بازی دیگه که گفته بودین، حالا یه سری از دوستان باید بگم که اون هم تو راهه، منتظر ویدیوهای باحال دیگه هم باشی، بازیهای دیگه، کارهای دیگه. دیگه با بزرگ یعنی آقا جون زنگ نزد، چه میدونم، یه لحظه ببخشید. هم دیگه آقا جون زنگ نزد بگه فلان کن فلان کن، چون میدونی خودمون در جریان کار هستیم دیگه. خب در باز میکنیم میریم. خب 5000 تا پول دستمونه، ببینیم که برای یک رستوران فروش دارم بس نمیشه. خب ببینیم باید چیکار کنیم. جالبه، به نظر میاد از بازی پیش همه چی برامون سیو شده است. من یادم نمیاد چیز خریده باشم، از من خریده باشم. این که موسیقی بازی هم مجددا دوستان یه چیزی نمیدونم حالا کپی رایت حساب میشه یا نه، ولی من این پارت موسیقی رو قطع میکنم. ببینم موسیقی خوبی هم داره. خب هر کدوم موسیقی بیشتر حال کردیم بگین، اگه خوشتون اومد و کپی رایت نخوردیم پارت بعد با اون موسیقی پس زمینه میری واسه کار رستوران. این مگه آف نکرد؟ نه آف نکرد، الان آف کرد. حالا داشتم میگفتم این احساس میکنم بد جایه. احساس کنم سی اوکی ولی نه ببخشید اصلا آنجوش که دیگه شد شدم خوبه. باز دوال موال اینا
زغال و چوب بریم. صندلی ها درشه بایستی، صندلی خوبیه. یخچال خرابه دیگه نداره. این یخچال خالی. اینجاها تموش کنم از این دوشه. خب بریم غذا بذاریم. چه گیره گوش همون چیزی قبلا ستونش. خب اصلاحی سری بدم فرماید که نمک میخوایم، فلفل سیاه، گوجه و جعفری. خواستم یه شعر بگم گوجه و جعفری سیاه که نداره با گوشت. اینه که کلیات داستانه. اوکی بخشید موسیقی کم با من چند وقتی قرد. خب نه با من اینا که نیاز نداریم فعلا نشد. بزن بریم خرید. و حواسم باشه از چی چقدر میگیرم. یه لحظه بذار بیام اینجور قبل از شروع هر کاری سیستم بیاریم جور تا که چشم بگیرم. اینا همه باز این همه پشیمون شدن که دادن خود برگرم موزه موزیشی. بذار درشو ببریم. بله چطوره منظورم درشو ببریم اینه که در مغازه رو ببریم. دوستان کامنت چیزای سمی ننویسید. البته نوشیدم حتی مشکل نیست. یه دوره همه میزنیم خرید. آقا خسته نباشیم. حال شما دوست عزیز. در یک نه خواهی باشه مثلا گیرم ستارتی میگیرم. باش تیچش سر دیگه اجازه بدین الان مغازه رو باز کنم. حالا دوستی که همش گوشته یا میبینی هیچیش گوشت نیست. من برم یه ظرف دیگه آماده کنم جهت احتیاط. الان نمیخواد وای من یادم ولش بخورم شروع بزنید همش گوشته ها از همون اصلا خریدیم. حواسم هم گفتم منبعش. اوکی البته از ایشون نخریدیم، از چیز خریدیم، از پتروس خریدیم. سوسیس پتروس هم از گوسته. یه دونه دیگه جا دارم. بله جا ممنونه از پولی که شما آقای زشت گناه حرام این اصلا مستحجنه دوست من. چه کاریه من نمیفهمم واقعا. خب دیگه ظرف جدید در نمیاریم.
این آقا هم همش گوشته میکنه. What the fuck یعنی چی؟ آقا من قبول ندارم. این دوستمون همش گوش نیست. یه لحظه الان بایی بیا ببینم چیته. چه خانه موزم جدا باید یک نفر چیز استخدام کنه. همش گوشته ها. اصلا یه جوری میگه همش گوشته که واقعا همش گوشته. خب دوستان محترم و عزیز و گرامی و دوست داشتنی، همش هم گوش نباشه همش گوش. چقدر مگه من باید بکنم؟ اوی سوخت گوشم خیلی خوب. یه دقیقه بایستید الان براتون میزم. من قشنگ و آماده داشته باشم یه چند این اسیتود دارم میلون بودن باش بود بیا. من نباید دو پرد عزیزم که همش گوشت داداچ تو هیچ دهنت سرویس. چه خبره؟ وای خدا. بذار اینجا چاقو رو بردار. واقعا فکر نمی‌کردم بازی شما باشه ولی خب دیدم اصلا موت می‌کردم. آشغال نریزه. هر کسی که آشغال بریزه حالا یه چیزی که خودشه. وای آقا من اصلا دوستان صادق باشیم بازی رو مخیه خیلی. هر کدوم از اون جعفری ها قد 3 تا سفارش میره. من 2 تا گوجه بگیرم 2 تا گوجه دیگه بگیرم با یه دونه گوشت. این چه؟ آقا من اینجا رو میخوام. سرویس میکنم. چقدر پول میخوایی بروش؟ رستوران دوم همه چه معلوم بود که کار ترکه. کار ترکه که هیچی. مقال دایجان ناپلئون کار انگلیسی هست. ناپل یعنی عدد اگر بگم بارم. الان 2 تا گوجه همش گوشته ها. گوجه هم همش گوشته. یادی کنیم یه میمه خیلی قدیمی حالا از بحث همش گوشته رو بگذاریم. از اینم که بگیم رستوران منه. من یه آدم رفته بود چه من پولمو بذارم اینجا بشینم چیزی بکنم آباز میکنم. خجالت بگیش محل فساد و فحش. نه دیوانه اومدی کافه ما رو به لهو و لعب مشروع کنی. ما اینو داشتم به جدایی که همش گوشته اصلا هیچیش گوش نیست. چرا باورت نشه؟ چرا پرسید چرا هیچیش گوش نیست؟
به خاطر اینکه با یه محله کوچیک من رستوران خودم رو نمیتونم پیدا کنم اینجا باشه. کار میخوای ایزم؟ Huh. بماند حالا چی داره یه حوصله ندارم. چی میگه؟ اوکی. Huh. وای ترسیدم لعنتی خیانت کنم وال پرنس یا دقاکولا دریکولا. خب چی میخواستم یادم رفت برم یه دونه دیگه همش گوشته بگیرم. دو تا دیگه همش گوشته بگیرم بعضی حالا جدید که نمیخوام باز کنم. آه کم بچه ها تا یه ویدیوی دیگه